تو این ویدیو میخوام فرق ترموستات معمولی با سوابدار بهتون بگم. آب میریزید تو رادیاتور، از رادیاتور عبور میکنه و آب سرد شده رادیاتور میره پشت واتر پمپ یا همون پمپ آب. واتر پمپ آب رو هدایت میکنه به داخل بلوک سیلن و قطعات موتور رو خنک میکنه و آب به آرومی شروع میکنه اومدن بالا. میادش بالا، از توی واشر سرسیلن هم عبور میکنه، واشر رو خنک میکنه و میرسه به گرمترین و داغترین قسمت موتور، همون سرسیلن. آب میره تو کانال سرسیلن، کانال رو مشاهده بکنید، کانال آب سرسیلن رو خنک میکنه و از اون طرف میره کجا؟ میره دقیقاً پشت ترموستات آب رو نگه میداره تا به اون درجه استانداردش برسه و بعد وقتی که واز بشه آب دیگه دوباره میره سر رادیاتور، از بالا میره تو رادیاتور و خنک میشه، دوباره همین سیکل رو طی میکنه. اینجا فیلمو استاپ میکنیم، نگاه بکنید. آب وقتی که میادش پشت ترموستات میمونه تا به اون درجه برسه. اگر ترموستات پشتش هوا نباشه، نگاه بکنید، اگه پشتش هوا نباشه کپسول ترموستات توی آب قرار میگیره و ترموستات باز میشه و گردش آب به خوبی انجام میشه و خنک کنندگی مشکلی نداره. ولی اگر اندازه یه استکان هوا توی سرسیلن بمونه، ترموستات قفل میکنه، آب تو سرسیلن به جوش میاد و ماشین داغ میکنه و جوش میاره و واشر میزنه. به همین راحتی ترموستات سواب هوادار کارش اینه که اون اتومات سرسیلن رو هواگیری میکنه. موفق باشید.